این مرد مرگبارترین کشتی کچکار جهانه. اون که کل عمرشو داخل کلیسا زندگی کرده. بعد از آشنایی با یه خواهر روحانی متوجه میشه باید مسیر زندگیشو برای همیشه تغییر بده و تصمیم میگیره به جای تبدیل شدن به بهترین پدر روحانی تبدیل به بهترین کشتی کچکار جهان بشه. مرد بعد از بردن اولین مسابقهش حسابی به خودش مغرور میشه و فکر میکنه دیگه تبدیل به سیگما ترین مرد کل دنیا شده. اما زمانی که با حریفای مسابقه دومش روبرو میشه به شدت از این تصمیمش پشیمون میشه.